دوستی من، قلبت را به تمام شکسته هایش تنها به الله بسپار، زیرا تنها او صاحبی همه درهاست، دور و نزدیک، دشوار و سبک، کشاده و اینکه پوشیده. اگر الله متعال بخواهد همه این دروازه ها را در یک لحظه برای تو می کشاید و اگر بخواهد به همه قدرت خود بر روی تو آنها را می بندد. اگر الله تو را نعمتی بدهد، آنچه را که می خواهی به تو می دهد، حتی اگر مانع های زیاد در بین تو و آن خواسته های تو وجود داشته باشد. و اگر بخواهد رحمت او بر تو از آن جای میاد که حتی تصور آن را کرده نمی توانی. هرگز از رحمت الله ناامید نباش، چون الله قبول کننده کل دعا هست. الله مهربان حتما با اون دعایی که بنده مسلمان از صدق دل با اطمینان دعا می کند حتما جواب می دهد. الله مهربان با کل نیت های دینی و دنیایی هر یک بنده مسلمان را برسانه و کل دعاهای من و شما را مستجاب، دعاها را مقبول و گناه را مغفرت گردانه و از رحمت خود ناامید نکند و از غضب خود نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام، دوست و برادر شما امید رحمت. یا ربی ان عظمت ذنوبی كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.